سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر. خواستم از یک اتفاق بی‌نظیر که قراره توی دبی رقم بزنیم من و دوستانم براتون صحبت کنم. این که قراره ما به زودی زود با غذاهای خونگی که طعم بهشت میده، طعم دستپخت مامانا و مامان بزرگامون رو میده، رونمایی کنیم. ایونت های شما رو برگزار میکنیم و مهمترین چیزی که توی دبی نیست این که خانومایی که مهمونی دارن میخوان مهمونی برگزار کنن، حالا فرقی نمیکنه مهمونی زنونه، خانوادگی، هر چیزی که هست، ما میایم و براتون تو آشپزخونه خود شما غذا رو میپزیم. بهترین غذاها با بهترین کیفیت، غذایی که شما خودتون مواد اولیه‌اش رو تهیه کردین یا اینکه اصلا به ما میسپرید که ما تهیه کنیم. چند جور غذا فرق نمیکنه، حتی کباب ها، حتی ساندویچ ها، هر نوع غذایی که بخواین، دسرها و شیرینی ها. به زودی از جایی که قراره این کار رو انجام بدیم براتون رونمایی خواهم کرد و اینکه بهتون بگم این کاری که داریم انجام میدیم در حال حاضر به هیچ رستوران و به هیچ جایی مربوط نمیشه. فعلا انحصار و مربوط به خودمه. تا در آینده خیلی نزدیک جایی رو که قراره که همکاری داشته باشیم و بهتون معرفی کنم. دوستتون دارم. با لایک کردن، شیر کردن و انتقال به همدیگه لطفاً حمایت کنید تا توی این وضعیت بتونیم واقعاً کنار همدیگه باشیم و کار انجام بدیم. دوستتون دارم. منتظر حمایتاتون هستم و شما هم منتظر غذاهای خوشمزه من. به امید دیدار.